تو این دنیای سه‌بعدی هر چیزی رو که از اصلش اصالتش میگیری و کوچیکش میکنی، حقیرش میکنی، یا مردگی رو تجربه میکنه، همون کرختی، یا واقعا میمیره. وقتی که تو یه ماهی رو از دریا میگیری میای میذاری توی تنگی، حقیرش میکنی، یا مردگی بهش دست میده یا واقعا میمیره. یه درخت رو بیای بذاری توی گلدونی، سمالش کنی، کوچیکش کنی، حقیرش کنی، دوباره یا مردگی بهش دست میده، یا ثمره نمیده، یا میوه نمیده، یا واقعا میمیره. انسان هم همینه. تو وقتی خلاف اصلت، اصالتت رو تمرین کنی، میگی خوب نیستم چون اصل ما ارزشمنده، کافی نیستم، به من مفید نیستم، یعنی خلاف، یعنی خودت رو حقیر کنی، یه احساس مردگی به دست میده، افسردگی میگیری، نمیخوای بلند شی، از تخت نمیخوای بیای بیرون. من اصیل حس حس فراوانی به آدم میده. من ترجیح میدم خودم رو ثابت نکنم، دیگه وقتش نیست من خودم رو ثابت کنم. I've done it. I have done it. من از کافی ثابت کردم.